السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر، بنده خواستم درباره عبدالستار که چند وقت پیش ویدیوی نشر کردن، در نوار نشر کردن در اینترنت و به حکومتداران و پرزیدنت یا که پسر پرزیدنت رستم امالی رئیس شهر دوشنبه درد این ملت را رساندن. واقعا دردی که ملت داشت به اونها رسون و نه همه این دردها را بلکه بعضی دردهایی که این ملت داشت به حکومتداران رسون. واقعا رسیدگی است، ولی این حکومت همچون هر وقته به درد این ملت نمی رسد و به مشکلات این ملت نمی رسد و برعکس کسانی که این مشکلات رو از طریق نوار یا که از طریق اینترنت به اونها می رسونن به اون فشار میارن. و به برادر عبدالستار گفتنی هستم که برادر عبدالستار هم شاید فشار آورده باشن و شاید سوال جواب در امنیت کرده باشن، از او بیانات گرفته باشن، ولی به برادر عبدالستار یک پیشنهاد دارم که مبادایی که بعد این فشارها یا که این مشکلات که بر شما اومد، خداوند به شما صبر دیت و صبر کنید. انشاءالله از این مشکلات رها میابید و خدا خواهد پیروزی نزدیک هست. و به برادرانی که تا این دم ویدیوها کردن، نوارها گرفتن و پشتیبانی از برادر عبدالستار کردن، واقعا این شجاعت و دلیری شما هست برادرها. شاید به شما هم نیز این مشکلی ها و فشارهایی که امنیت به شما شاید بیارد. بنده هم در این مشکلات بودم و از تجربه میگویم که برادرها وقتی که من فعالیت میکردم یا که ویدیویی که یا که نواری که بر علیه بر ضد این رژیم میکردم، حتما به خونه ما کسی رو روان میکردن، امنیتی میومد یا که نمیدونم اوباب میومد و هر صحبت ها میکردن و از مادرم بیانات میگرفتن، از خواهرم یا که دیگه خشتبارها بیانات میگرفتن، ولی متوقف نشدم. باز هم بر علیه اونها باز نواری کردم و با اونها رساندم که شما نمیتونید به این کارهایی کرده استید مرا از این راه برگردونید، چون این راه رو من انتخاب کردم، میدونستم که این مشکلات بر سر من میآید و فکری برگشت یا که فکری از گفته خودم برگردم نکردم. برعکس اون کارهایی که اونو کردم باز در اینترنت نشر کردم. خلاص که این به منفعت ملت است. اگر ما همه خیلی ایستادگری نکنیم و از این زیاد ایستادگری نکنیم، قربانی نتیم و بخواهیم که همین خیل به آسانی این رژیم از سر این قدرت برود، این را ما نمیتونیم کرده، چون این رژیم از سر این قدرت به آسانی نمیرود. با یک همون خیل یک آسانی بگه که مرحمت شما بیاین کسی دیگر مونید، چون 28 سال این رهبری کرده است و در این 28 سال دزدی و غارت و چی کارایی کردگی است. این خشتبار و اژدهایی که دارد اونا همه گیش نمیمونن، تلخ کف میشوند، به همین خاطر اینا به آسانی نمیروند. باید ما ایستادگری کنیم. باید کسانی که ویدیو کردن اگر مبادایی که به خونهشون خدای نکرده به خونه اونو رفتن و مشکلات اونو را با اونو مشکلی آوردن، باید اونو دوباره ثبت کنن، دوباره نوار کنن و دوباره در اینترنت پخش کنن، چون یگانه راهی هازی پیش راه اینو را گرفتن و از مشکلات ملت پشتیبانی کردن و این ملت از این مشکلات نجات دادن. حاضرش ده همین فقط همین نوار و ویدیو گرفتن و در اینترنت پخش کردن، این یگانه راهی هست. انشاءالله در آینده باشد راههای دیگه هم پیدا شود. و میخواستم درباره این برادرانی که دلیرانه و شجاعانه برآمد کردن در یک قصه کوتاه که از حضرت موسی علیه السلام کنم. حضرت موسی علیه السلام وقتی که هجرت کردن گریختن که هجرت کردن از فرعون، رفتند به
دیگر جو و در اون جو خوب دیگر زندگی کردم و کوتاه میگیریم. برگشتش در برگشتشون حضرت موسی علیه السلام پیغمبر نبی شدن و آمدن به خداوند فرستادشون که اذهب الی فرعون انه طغی، بریم به سوی فرعون تا اینکه اون طغیان کرده است. فرعون خودش خدا میگرفت. خب آمدن در برابر فرعون ایستاد حضرت موسی و دلیل های عقلی آوردن. اول گفتن که پروردگار شما فرعون نیست، بلکه پروردگار شما پروردگار جهانیان هستند. گفت کی است پروردگار جهانیان؟ گفت پروردگاری که مشرق مغرب هست، یعنی پروردگار یک مصر نیست و بلکه مشرق مغرب تمام جهان است. خب دلیلای آوردن که عقلی بود و گرد کسانی که در اونجا حاضر داشتن اونا هم فهمیدن که بالاخره فرعون خدا نیست. فرعون چی کار کرد؟ فرعون در حال در بحث مناظره که ناکام شد در حال تهدید کردن. گفتن که قال لئن اتخذت الها غیری، اگر که موسی را گفت که اگر بغیر از من یگان اله دیگر گرفتی لاجعلنک من المسجونین، من تو را از کسانی میگردونم که در زندان هستند، یعنی زندانیت میکنم. برای زندانی کردن موسی علیه السلام خواست موسی را تهدید کند. همین تهدیدهایی که حاضی در ما هستند همین رو در وقتی پیش فرعون میکرد. حاضی این فرعون چم همین خیل به زندان تهدید میکنند. بله زندان جای بد است، زندان جایی هست که هر کس نمیخواهد، ولی به خاطر کامیاب شدن در مبارزه خود، به خاطر فرزندانی که آینده در خارج کار نکنند و غلام دیگر ملت و دیگر قوم ها نشوند، باید ما ایستادگی کنیم، باید ما قربانی بدیم. شاید برادرها فکر کنند که تو جات امن هست، جات تنج است و نمیخواهی یکون مشکلات نداری. نه برادرها، ما هم مشکلات داریم و مشکلاتی که من داشتم تا این زمان پدر من را اینها به قتل رساندن. پدر من زندانی شد. من از سال 2014 در خارج هستم. این یک مشکلی کلان است. ولی اگر ما همه یک جا یک کار کنیم، یک جا مبارزه مون بریم، انشاءالله امیدوار هستم که در آینده های نزدیک پیروزی از آن ما و شما هست برادران عزیز. خب صحبت رو در اینجا به انتها میرسونیم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.